سلام، امیدوارم هر جا که باشین حالتون خوب باشه. باز دوباره یه سری از ویدیوهاییه که خیلی نمیخوام روش حالا مانور بدم و ادیت بزنم و این داستانا، صرفا این مدت آپلود میکنم و سعی میکنم چیزایی که به ذهنم میرسه و به دیگران گفتم و دیدم براشون مفید واقع شده رو بگم. حتی موزیک بک‌گراندم صرفا خودم پلی کردم با یه دیوایس جدایی و هیچ گونه کاتی هم تو این احتمالا نخواهد بود. یه مسئله‌ای که چند وقت پیش با یکی از دوستام داشتم حرف میزدم و دیدم که خیلی خوب به نظر مسئله جالبی میومد و دیدم بد نیست که اینو بیام توی یه ویدیویی پر کنم و اینو توی یوتیوبم به اشتراک بذارم. اولا یه کامنتی که بود، حالا بعضی از دوستان من دیدم که توی حالا یوتیوب بقیه خیلی اینو گفتن، اونم اینه که خب مثلا خیلی هم میگن که نه، تو نباید هر چیزی که به ذهنت میرسه رو توی یوتیوب بگی. البته این درسته و قطعا اینطوری نیست که کسی هر چیزی که به ذهنش رسید و بیاد توی یوتیوب بگه، مثلا منم این کار بکنم، ولی بدون شک هر کسی یه مدیا شخصی داره، حق تولید محتوا داره، مادامی که اون محتوا به کسی آسیبی نمیزنه و در واقع شامل اون شرایط و پالیسی های خاص اون مدیا نمیشه، کاملا اوکی به نظر میرسه. به خاطر همین به نظر من حق هر آدمیه که در مورد چیزایی که دوست داره بیاد حرف بزنه. یه دونه مسئله‌ای که خیلی اینو دیدم خیلت میکنن، یعنی یه دستن که اگه توی حالا ادبیات توسعه فردی یا مایندفولنس باشین، احتمالا خیلی به حضور در لحظه یا مثلا یک ذهن آگاهی اعتقاد داشته باشین. نکته‌ای که هست اینه که خب این ذهن آگاهی خیلی خوبه قضیهش، ولی خب اخیراً دیدم که یه سری جا مثلا توی پادکست آدم گرانت حقیقتش این به ذهن من رسید، یعنی اونجا یکی از مهمونای همین اپیزود فکر کنم 180 خورده بود یا همچین چیزی، اونجا اشاره کرد که خب همیشه مایندفول بودن اوکی نیست. یعنی من خیلی از بچه‌ها دیدم که میگن خب حالا اوکی مایندفول هم میشیم، اتفاقا بیشتر مشکلات میاد تو ذهنم. یعنی که همیشه من توی این لحظه باشم و بگم من اینجا حضور دارم خیلی هم خوب نیست، برخلاف تصور. کلا این داستان مایندفولنس از قدیم، حالا تا جایی که به طور کلی من میدونم، نه اینکه الان مثلا لزوما سورس خاصی تو ذهنم باشه، ولی اون چیزی که به طور عمومی است اینه که حالا توی ادیان شرقی یا این مانک ها و بوداها اینا، برای اینکه فرد بتونه به احساسات و جسمش مسلط بشه یا بتونه افکارش رو تعقیب کنه و از این طریق تا حدی کنترل افکار و جریان زندگیش رو به دست بگیره، اومدن اینو رواج دادن. یعنی هدف اصلی این کار این بوده. منتها توی حالا سده های اخیر، حالا تو این بگیم چند دهه اخیر که خیلی بازار مایندفولنس داغ بوده، حالا اون پادکست هایی که من گوش دادم یا منابعی که من دیدم، کتابایی که من خوندم، اینطوری که دیگه به نظر میاد خیلی دارن شورشو در میارن. یعنی میام میگم مدام در لحظه باش. اولا که ممکن نیست، یعنی همه ما تو این زندگی مدرن واقعا نمیتونیم هر لحظه در واقع در لحظه حضور داشته باشیم. بگیم من الان فکرم دقیقا اینجاست، جای دیگه نیست، فکر نمی کنم. این ممکن نیست توی زندگی امروز برای همیشه و برای 100%، ولی بیشک همون 10-20% خیلی میتونه کمک کنه. در واقع حرف من اینجاست، تو اون بالا پادکست میگم آدم گرانت هم این بحث شد که آقا مایندفولنس همیشه خوب نیست. اولا مایندفولنس چند تا چیزو از ما میگیره. یکی فکر کردنه، خیلی راحت. هر چقدر بگیم فکر کردن مضره، اوکی، آگاهی از جریان و روند فکر کردن مهمه، درسته، اوکیه، ولی این دلیل نمیشه که ما کلا فکر نکنیم یا فکر کردن چیز بدیه.
البته که آدمایی که اصیل تو این حوزه کار میکنن این ادعا رو ندارن، ولی اتفاقا بهتر، یعنی ما میتونیم به روند فکر کردنمون آگاهی بیشتری داشته باشیم و این خودش اتفاقا فکر کردن رو مفیدتر پیاده میکنه، انجام میده. یعنی تو به عبارتی آگاهانه اختیار خودتو بدی دست ذهنت. یعنی اینطوری باشه که من الان قراره 1 ساعت بشینم به فلان موضوع فکر کنم و خیلی هم البته دست خودی نیست به هر حال فکر کردن اینطوری که قرار غرق فکر شی. من نمیخوام بگم که نه میشه هم از فکر آگاه بود، نه این برای طولانی مدت نمیشه، ولی میشه تا حدی به خود اومد از اون استرس، نگرانی، دغدغه روزمره بیای بیرون و به خودت بگی که آقا من قراره 1 ساعت الان در مورد آیندهم فکر کنم. وقتی ددلاین تموم شد دیگه اینو میذارم کنار، دیگه 1 روز 2 روز 3 روز 1 هفته 1 سال 2 سال 3 سال درگیر این موضوع نمیشم. به خاطر همین حالا ژورنال یا نوشتنم خیلی میتونه تو این شفافیت قضیه کمک کنه. ولی خب در کل کار سختی، چیزی نیست که من خودم تونسته باشم خیلی انجامش داده باشم، تا حدی گاهن یه جایی پیادش کردم و دیدم که چقدر مفیده. به عبارتی کل حرفم اینه، حضور در لحظه و اینکه غرق فکر باشی کاملا یه تعادلی میخواد، بالانس. اینطوری نیست که من همیشه تو حال حضور داشته باشم. تو حال حضور داشتن برای همیشه معایبی داره. اولندش این که توی حال حضور داشتن بعدیش چیه؟ یکی اینه که گفتم تو توانایی فکر کردن یا دیپ تینکینگ رو از دست میدی و اصلا تو باید غرق اون فکر بشی تا یه چیزی به ذهنت برسه. عیب دومش اینه، تقریبا مشابه عیب اوله ما، اونم اینه که اون حالت غرقگی یا فلو رو از دست میدی یا همون دیپ فوکوس رو از دست میدی. یعنی خب نمیشه اصلا افراد موفق همیشه مایندفول باشن، اتفاقا خیلی ابسستن. ابسست یعنی این که خیلی با یه چیز درگیرن دیگه، یه وسواس، اصطلاحاً تحت لفظش میشه وسواس داشتن. ذهنش درگیر یه چیزی، مثلا یه المپیاد، یه کنکور، شغل میخواد به دست بیاره، فلان مهارتی میخواد یاد بگیره، این مدام ذهنش درگیره اینه. صبح پا میشه اونو میخونه، صبح پا میشه اون مهارت رو یاد میگیره، صبح که پا میشه اون باشگاهشو میره. مثلا خیلی ما دیدیم احتمالاً توی دوستامون باشن یه فردی که خیلی ابسسته با باشگاه، یعنی حتما باید اون باشگاه بره و سالهاست این روند رو داره تکرار میکنه. من حداقل 2-3 تا رفیق اینطوری دارم، اونا کامل ذهنشون ابسسته با این قضیه و این ابسست بودن و اینکه تو بتونی وارد یک حالت فلوی بشی، یعنی حالتی که نویزهای دور و برتو کنسل میکنی و لزوما هم در لحظه نیستی. چون ببین در لحظه بودن نیاز داره که توی دیتای زیادی از محیط، از احساسات، از بدن من الان این لباس رو لمس میکنه، چشم من فلان جا رو میبینه، هوا رو فلان جور دارم تنفس میکنم. خب اینا قطعا اجازه نمیده تو غرق اون ریاضیات بشی، غرق اون مهارت بشی که مثلا برنامه نویسی، غرق اون یادگیری ترید، مطالعه، ورزش یا اونا بشی. نمیشه که هم در لحظه باشی هم غرق اون باشی. پس لزوما کل حرف من این بود که اگر برای کسی سواله یا به این دورایی میخوره که خب مایندفول بودن خوبه یا بده، یا اینطوری که میبینه مایندفول بودن همیشه هم خوب نیست. خیلی از بچه‌ها به طور تجربی به این رسیدن و بهم گفتن که حالا این مایندفول بودن که تو گاه هم بهش اشاره میکنی به عنوان یه راه حل برای یه سری قضایا همیشه هم خوب نیست. و من بعد مدت دیدم آره واقعا اولا غیر ممکنه که تو همیشه در لحظه حاضر باشی، یا حتی بگیم 70-80% روز رو در لحظه حضور داشته باشی و حتی اصلا شاید 1 ساعت هم در روز نتونی این کار بکنی، ولی همون 5 دقیقه 10 دقیقه که حالا یا با مدیتیشنه یا صرفا یه تنفسه یا اصلا خیلی فقط با آب خوردن، طرف نیت کرده خودش عادت داده لحظه‌ای که فقط آب می نوشه کامل حواسش و تمرکزش توی اون لحظه باشه. و خب فبل مراد که طرف روتین آب خوردنش رو هم به خوبی پرورش داده باشه، یعنی روزی مثلا 5-6 لیوان بیشتر آب میخوره و خب این آدم
دقایقی، شاید 5 دقیقه 3 دقیقه در طول روز رو حتی مایندفول میشه، به خودش میاد از اون بریک یا زنجیره احساسات، اضطراب، نگرانی ها میاد بیرون و یهو به خودش میگه من اینجا چی کار میکنم، اصلا چرا دارم این مسیر رو میرم، چرا دارم اصلا به این فکر میکنم، این که گذشته. و همون 3 تا 5 دقیقه کافیه. اون 3 تا 5 دقیقه یه مسیر میده، یه جهت میده. به خودت میاد میبینی فلان نگرانی بی خوده، فلان آدمی که بهش فکر میکنی، فلان خاطره، فلان گذشته که توش اونقدر غرق شدی که اصلا حواست نبود، یادت نبود که تایمت داره میره، انرژی تلکی داره میره و همه اینا بی خود به نظر میاد تو اون لحظه در واقع. و به نظرم همین 3 تا 5 دقیقه کافیه برای اکثر افراد. حالا نمیدونم، شاید یکی یه جور دیگه باشه، یکی بگه نه بیشتر، یکی بگه نه کمتر. برای یکم شاید فایده نده، صرفا اینا چیزی که به ذهن من میرسه. گاهم به یکی پیشنهاد دادم، رفته امتحان کرده خوب بوده، یا یه سری از دوستانی که خیلی توی مسائل مطالعه دارن به من اینا رو یاد دادن یا گفتن، یه ایده هایی از اونها هم گرفتم. پس فکر کردن خودش اوکی، غرق فکر بودن، فلو و دیپ فوکوس مهمترین چیزا برای رسیدن به موفقیتن. حالا این موفقیت هر چی میخواد باشه، اصلا چه بدونم، مثلا مثالی که من همیشه سعی میکنم بزنم یک مثال عاطفیه، چون وقتی در مورد توسعه فردی حرف میزنید سریع ذهن همه میره به سمت پول و پول در آوردن و کار کردن و درس خوندن، در حالی که فقط اینا نیست، اصلا کلا زیاد در مورد اینا نیست. اینا یه چیزی به نظر من دست دومه. یعنی تو ممکنه کار خیلی معمولی داشته باشی، اصلا دنبال موفقیت خاصی هم نباشی، ولی با یه درآمد معمولی بتونی یه زندگی عاطفی خوب و غنی بسازی و ازش راضی باشی. بالعکس ممکنه تو ایلان ماسک باشی ولی از زندگی عاطفی و فردیت راضی نباشی و فکر کنم خب اون خیلی عذابت میده. و فارغ از این که هر مدل آدمی باشه، هر چقدر آدم مکانیکال از اینه که فقط براش پول در آوردن مهمه باشی، بازم اذیتت میکنه. در مورد اینم توی ویدیو جدا صحبت میکنم، ولی به نظر من هدف پول در آوردن، یعنی ماها گم کردیم تکاملمون رو. ما تکامل پیدا کردیم که پول به دست بیاریم، یعنی حالا قبلا که پول نبود، قبلا دارایی بود. من یه نارگیل داشتم، 2 تا نارگیل، 3 تا نارگیل و این نارگیل ها تبدیل شده به یه واحد پولی. من این پول رو دارم که اول حداقلیات رو داشته باشم، یعنی از گشنگی نمیرم، چه بدونم شیری پلنگی بهم حمله کرد، دیگه اون توانایی دفاع از خودم رو داشته باشم، بتونم رو پای خودم وایسم و حالا بتونم تولید مثل کنم، بتونم به بقام ادامه بدم. هدف اول پول اینه به نظر من که این برای 90% افراد روی کره زمین تقریبا حاصل شده. یعنی حتی به نظر من اکثر فقرا از گشنگی نمیمیرن. یعنی من خبری نخوندم که اوکی مثلا، البته هست، منکر این نیستم، زیاده، شاید هنوزم کم نیست، ولی شاید هم بیشتر تو آفریقا و مثل مناطق دیگه واقعا دچار قحطی داره رخ میده، ولی خب اکثریت مردم دستشون به دهنشون میرسه. منظور از دست به دهن رسیدن این نیست که شام و ناهار خوبی داشته باشه، منظورم همون یه تیکه نونیه که شاید یه بنده خدایی فقط از آشغالا پیدا کرده و البته اون آدم دیگه نمیتونه به توسعه فردی اینا فکر کنه، چیزا برای اون لاکچری حساب میشه. ولی منظورم اینه که یک، پول باید بتونه اون حداقلیات تو رو ارضا کنه. اینم در نظر بگیرید یه آدم مولتی میلیاردرم ممکنه باشه که بگه من حداقلیات ندارم، من تا بنز سوار نشم حداقلیات نیست. ممکنه صبح تا شب گریه کنه، ناراحت باشه، بگه نه من تا وقتی کافه نرم، کافه رفتن، هفته‌ای فلان جا 2 تومن خرج کردن حداقل نیاز منه. خب اینم یه ادعاست. مثلا حداقل نیاز برای هر کس فرق داره. هدفم این بود. یه فقیری هست با یه تیکه نون خوشحاله، بیاد دستم میگن نه من دیگه باید روزی حداقل یه وعده گوشت رو بخورم تا بتونم خوب اکت انجام بدم، فانکشنینگ کنم در طول روز، عمل کنم، اینطوری بگم. حداقلیاتم فرق می‌کنه، ولی خلاصه هدف اصلی پول یک در درجه اول رفع نیازهای ضروری و اولیه است به نظر من.
در درجه دوم حقیقتش چیزی که همه انسان دارن دنبالش میدونن و اون حداقلیات رو دارن، دست کم اون مید کلاس جهانی رو دارن. هدف دوم رسیدن به یه چیزی والاتره، یه ارضای روحی و روانی و که در پی یک ارضای مادی میاد. مثلا من از سوار شدن تو بنز، خود بنز رو نمیخوام، بنز که ضروری نیست، اگه نباشه با پرایدم میتونم این برم، البته اگه زنده بمونم. ولی حالا این شاید خیلی مثال گل و رشدی باشه، مثال خیلی خوبی نباشه، ولی بنز نیاز ضروری من نیست. ولی حسی که داخل بنز سوار شدن دارم، یا اون حسی که جلوی دوستام تو جامعه دارم، مثلا یک حس امنیت اضافی که دارم. یعنی ببین شاید مثلا بازم امنیتم صدی نیست، بازم تصادف ممکنه، ولی مثلا شاید میزان امنیت این با میزان امنیت فلان ماشین برابر باشه، ولی من اینو میخوام چون تو این حس امنیت دارم. یعنی به نظر من پول بحثش اینه، گرفتن یک حس خوب از هر چیزی. میخواد گلف بازی کردن باشه، میخواد داشتن یا ران کردن یه بیزینس باشه، و حتی هدف اصلی آدم از لیدرشپ هم به نظر من اینه. در نهایت میخوام بگم که ما دنبال این حسه هستیم و این حسه رو برای اینکه بتونیم در واقع به دست بیاریم باید غرق اون فلو و دیپ فوکوس بشیم، روی چیز تمرکز کنیم، اون مهارت رو توش بهترین بشیم، اون اکسلنس رو به دست بیاریم و دیگه بتونیم توی اون بازار حرفی برای گفتن داشته باشیم. یعنی به عبارتی، حالا حرف من از اینجا اومد عقبش که این مطالبی که گفتم در درجه اول اتفاقا تو بعد اجتماعی، فردی و عاطفیش مهمه، نه بعد مالی و کاری. اینا درجه 2 به نظر من، چون هدف بعد کاری و مالی هم اینه که من پول در بیارم که حس خوبی داشته باشم یا کنار عزیزانم سالم و خوشحال و این داستان زندگی کنم. و اینطوری بگیم آیا من میتونم هر لحظه در حضور عزیزانم یا توی اجتماع هر لحظه در حال حضور داشته باشم؟ البته که در حال حضور داشتن خوبه، میگم گاهی شاید چند دقیقه داری یکی رو جاج میکنی، قضاوت میکنی، دنبال دعوایی فکر میکنی جوابش رو چی بدم که باعث میشه مثلا رابطتون به هم بخوره، ولی یه لحظه میای به خودت 2 نفس عمیق میکشی، میای تو لحظه اون میبینی این چه کاری من دارم میکنم، چه کار اشتباهی هستم، چرا دارم این فکرهای مسخره رو میکنم. اینجا خوبه، ولی شاید جای خوب نباشه. یه جای دیگه زیادی در لحظه بودن هم باعث میشه که تو نتونی توی احساس اون لحظت غرق شی، نتونی تو اون فکری که در مورد اون عزیز داری، حسی که در مورد اون داری غرق بشی و یعنی که توی تجربه اون لحظتون با هم غرق بشید. یعنی اون غرقگی رو مثلا توی عشق احساس نکنی، تو اون لحظه که با خانوادت نشستی احساس نکنی، اونم یه نوع غرقگیه که به نظر من اون لحظه که نشستی یه قرار نیست دیگه حواست به همه محرک ها باشه. البته میشه گفت تقریبا تو مسائل عاطفی و اجتماعی تا حد زیادی حضور در لحظه بهتره، میشه اینو تا حدی گفت. ولی خواستم بگم شاید اونجا هم این تو ذهنم باشه که همواره این قضیه مهم نیست، یعنی حتما الزامی نداره. همینو میخواستم یه دیستینکشنی بین، تمایزی بین این همیشه حضور در لحظه داشتن و مایندفول بودن و گاهنم توی افکار عمیق و این داستان غرق شدن بذارم و بگم که هر دو اینا لازمه. اتفاقا این حضور در لحظه، مایندفول بودن، باعث میشه که این دیپ فوکوسمون تقویت بشه که فکر کنم حالا باز این رو شاید باید دقیق تر چک کنم، ولی اگر اشتباه نکنم تو ذهنم الان هست که مایندفولنس، حالا اینو مطمئنم که اینو منبعشم میذارم توی اولین فرصت یا اگه کسی خواست توی کامنت ها، که مایندفول بودن که کلا باعث بهبود بهره‌وری ذهن میشه
من برداشتم اینه، منظور از بهره‌وری ذهن همون تمرکز عمیقه. یعنی من الان مایندفولم، میرم سر جلسه آزمون، میرم سر اون امتحان ریاضی کنکوری که غرق میشم، میرم تو فاز امتحان. این مایندفول بودن که 10 دقیقه پیش تجربه کردم، اینجا هم کمک میکنه من فلو یا غرقگی در امتحان در مسئله رو بهتر و با کیفیت تر تجربه کنم. همین، امیدوارم که حالتون خوب باشه، امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه. اگر باز کسی شاید سوالی داشت، صرفا یه نوع کامیونیکیشن دیگه، یک مدیاست که شاید یکی ببینه بگه مثلا من اینجا میخوام یه تبادل افکاری بدم. یعنی دید توی این کانالی که دارم من به طور شخصی دارم این نیست که من یک آدمیم که خیلی چیزا میدونم، مثلا نشسته یه طرفه میخواد اینا رو بگه و ببنده بره. به مرور میخوام این مسیر شکل بگیره، مثل یک جرنی یا راه باشه. شاید امروز 2 ویدیو بذارم، پس فردا فیدبک بگیرم، مثلا یه مدت نذارم، بعد دوباره بذارم و یهو مسیر رو تغییر بدم، بیام مثلا خیلی توی فریم تر، توی قالب بیشتر حرف بزنم، فلان کتاب رو معرفی کنم، روی فلان موضوع خاص متمرکز شم، یه سری مثلا ادیت و اینا بزنم، ویدیو رو بهتر کنم، وقت بیشتری به مرور بزنم، سرمایه گذاری بیشتری کنم روش. خب چون هدفم دست کم مطمئنم تا چند سال آینده مالی نیست، صرفا یه سرمایه گذاری بلند مدته و اینکه هدفم اینه که به مرور خودم توی حرف زدن و ابراز عقایدم و به اشتراک گذاری مطالبی که دارم خودم بهتر بشم به مرور. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و تا ویدیو بعد، فعلا.